دوستان سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. با یکی دیگه از قسمت‌های مجموعه طراحی موتور 4 سیلندر در خدمت شما هستیم. در این جلسه می‌خوایم کمشفت یا همون میل بادامک رو با هم طراحی بکنیم. دوستان اگه از این سبک آموزش‌ها خوشتون میاد لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای جدیدمون با خبر میشه. بریم برای طراحی کمشفت. طبق معمول یک سند در محیط پارت دیزاین باز میکنیم با اسم کمشفت. روی صفحه وایزد یک اسکچ میزنیم، یک دایره ای رسم میکنیم به قطر 20 میلیمتر و از محیط اسکچ خارج میشیم. شفت میدیم، پد میدیم، شکلمون رو به اندازه 195 میلیمتر از دو طرف یعنی میررد اکستند رو هم فعال میکنیم و اوکی. خب این شد شفت کمشفتمون. شفت ساده است که ما باید یه سری برآمدگی ها روی این شفت ایجاد کنیم تا بتونه سوپاپ هامون رو بالا پایین کنه و ورودی سوخت و خروجی دود رو برامون میسر کنه. خب میایم با استفاده از دستور پلین و انتخاب صفحه وایزد که این صفحه هست به اندازه 45 میلیمتر این صفحه همون رو پلین میدیم به سمت چپ و روی این صفحه یک اسکچ میندازیم. در این صفحه یک دایره رسم میکنیم به قطر 22.4 میلیمتر و یک بیزی دیگه که در کتیبه به اسم الیپس شناخته میشه رسم میکنیم. در اینجا یک کلیک میکنیم، میایم این ور دایره هم یک کلیک انجام میدیم و حالا همین جاها یک کلیک میکنیم که بیزی برای ما شکل بگیره. میایم و این نقطه از بیزی رو انتخاب میکنیم، اگه زوم کنم بیشتر مشخص میشه و با استفاده از دستور کانسترینت میام و محور عمودی رو هم انتخاب میکنم و فاصله بین این دو رو قرار میدم 18.4 میلیمتر و نقطه وسط بیزی رو هم انتخاب میکنم و با دستور کانسترینت یک قیدی قرار میدم، قید اندازه به اندازه 60.4 به این شکل و میام و این بیزی رو با دایره‌ای که دارم تنجنس قرار میدم تا با هم موازی بشن، در واقع به هم بچسبن. نکنید دوستان در این دوتا نقطه اینا با هم تماس دارن الان. خیلی خوب، میام و با دستور کویک تریم دوبار کلیک میکنم روش، یک اینو پاک میکنم و یک اینو. الان شکلی که میخوام برای من ایجاد شده. از محیط اسکچ خارج میشم و شکلم رو پد میدم به اندازه 7.5 میلیمتر از دو طرف. ببینید میررد اکستند رو فعال میکنم و 7.5 میلیمتر از دو طرف پد میکنم به این شکل. این زایده برای من فعال شد، در واقع ایجاد شد و حالا میتونم با این زایده سوپاپم رو بالا پایین کنم. خب قسمت بعدی دوباره روی صفحه وایزد یک بار کلیک میکنم و با دستور پلین میام 135 میلیمتر آفست میدم بهش و اینجا یک صفحه برای من ایجاد میشه. میام و اسکچی که از قبل ایجاد کردم یعنی این اسکچ رو ببینید، این اسکچ رو خارج میشم ازش، یه راست کلیک روش انجام میدم و کپی میکنم و میام رو این صفحه یک بار کلیک میکنم و روی همین صفحه پیست میکنم تا این اسکچی که ایجاد کردم برای من تو این صفحه پیست بشه. دوستان در واقع داستان کمشفت این هستش که شما یک 0 درجه اینجا دارید، یعنی زاویه‌ای که این قرار داره، این زایده قرار داره 0 درجه است. یک زایده اینجا قرار بگیره که زاویهش 90 درجه است، یک زایده اینجا 180 درجه و این زایده 270 درجه است. خب حالا ما باید این رو 270 درجه بچرخونیم. چجوری این کار انجام میدیم؟ وارد محیط اسکچش میشیم، با دوبار کلیک روی اسکچ 3 کل شکل رو انتخاب میکنیم و با استفاده از دستور روتیت میام و وسط شکلم رو انتخاب میکنم، یعنی مرکز مختصات رو انتخاب میکنم و اینجا زاویه 270 درجه رو وارد میکنم. دقت کنید که داپلیکیت مود فعال نباشه. خب و اوکی رو میزنیم. ببینید الان 270 درجه برای من چرخید.
حالا اینو پد میدم به اندازه 7.5 میلیمتر از دو طرف و اوکی رو میزنم. کاری که باید انجام بدیم اینه که این طرف کمشفت هم این دوتا زایده ایجاد بشن با زاویه های 90 و 180. چیکار کنم؟ بیام دوباره وایزت رو انتخاب کنم و پلین کنم به اندازه 45 میلیمتر و ریورس دیرکشن رو میزنم تا اون طرف فرمان ایجاد شه. اوکی رو میزنم، میام وارد اسخای میکنم، یه بک میزنم، روی این کلیک راست میکنم و پیست میکنم. دوباره این برای من ایجاد شد. میام و شکلم انتخاب میکنم و روتیت میکنم به اندازه، یعنی وسط مختصات انتخاب میکنم به اندازه 90 درجه روتیت میکنم به این شکل و پد میدم به اندازه 7.5 میلیمتر. اسخای میکنم 7.5 میلیمتر از دو طرف، یعنی میرر اکستند رو فعال میکنم و دوباره میام وایزد انتخاب میکنم، پلین میکنم به اندازه 135 میلیمتر و ریورس دیرکشن رو میزنم تا این طرف برام ایجاد شه. دوباره راست کلیک، پیست، وارد محیط اسکچش میشم، میام و کل شکلم رو انتخاب میکنم به این شکل و روتیت میکنم به اندازه 180 درجه. بعد از انتخاب مبدأ مختصات 180 درجه. اوکی، خارج میشم از محیط اسکچ، پد میدم به اندازه 7.5 از دو طرف. اوکی، این شد کمشفت ما دوستان. روی پارت بادی یک بار کلیک میکنم و از دستور از نوار ابزار گرافیک پراپرتیز میام و یک رنگی به این شکلم اختصاص میدم، مثلا رنگ بنفش، یا بخوایم یکم بهترش کنیم رنگ آبی هم فکر میکنم خوب باشه. آره، این صفحاتی که ایجاد شدن رو انتخاب میکنم با نگه داشتن دکمه کنترل. حالا این مرکزه بمونه بهتر. راست کلیک میکنم و هاید میزنم. الان تمیزتر شد شکلم. کنترل اس رو میزنم برای سیف کردن این پارت هم با اسم کمشفت سیوش میکنم. این شد میل سوپاپ ما. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه و بتونید با انجام این آموزش ها دستتون رو برای طراحی بعدی سریعتر کنید. دوستان حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید چون قسمت بعدی این مجموعه به زودی منتشر میشه و شما میتونید ازش استفاده کنید. پیروز و موفق باشید. یا حق.